به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز سلام، خوش آمدین به یک ویدیوی آموزشی دیگر از کانال یوتیوب نیچر فینکس. خب قرار است که سلسله درس های 0 تا 100 ویندوز 10 را با هم بخوانیم. امروز اولین جلسه از درس ویندوز 10 یا ویندوز 10 است. خب برای اینکه شروع کنیم اول باید آشنایی با ویندوز داشته باشیم، یعنی که یک آشنایی اول باید با ویندوز داشته باشیم، بعد انشالله وارد آموزش میشیم. خب دوستان عزیز، من یک سلاید جور کردم اینجا برایتون. خیلی خوب، درس اول آشنایی با کامپیوتر. خب دوستان عزیز، کامپیوتر عبارت از ماشین برقی است که توانایی پروسس دیتا را داشته باشد و کامپیوتر از کلمه لاتینی کامپیوت گرفته شده و به معنای محاسبه می باشد. تعریف کامپیوتر چیه؟ کامپیوتر عبارت از ماشین برقی است که توانایی پروسس دیتا را داشته باشد و همچنین کامپیوتر از کلمه لاتینی کامپیوت گرفته شده که به معنای محاسبه می باشد. این تعریف خود کامپیوتر. هر جا شما کسی تعریف کامپیوتر را پرسید، شما این متن را حفظ کنید و بنویسید. خب اینجا در بالا گفت توانایی پروسس دیتا را داشته باشد. پروسس چیه؟ اینجا میگه پروسس که با پروسس در انگلیسی عبارت است از تحلیل و تجزیه دیتا. تحلیل و تجزیه دیتا. خب دیتا چیست؟ دیتا عبارت از مواد خامی است که هنوز پروسس نشده باشد. پروسس نشده باشد یعنی تحلیل و تجزیه نشده باشد. خب دیتا یک مواد خامی است که هنوز تحلیل و تجزیه نشده باشد. و همچنین در آخر اطلاعات چیه؟ اطلاعات یعنی انفورمیشن و اطلاعات عبارت از مواد است که پروسس شده باشد. خب ما اول یک مواد خامی داریم، به کامپیوتر میدیم و کامپیوتر او را پروسس میکنه و بعد از پروسس به ما اطلاعات میده، انفورمیشن میده. خب این تعریف های ابتدایی کامپیوتر. خب بعد از این آشنایی با سیستم عامل یا ویندوزی را که ما شروع کردیم به عبارت دیگر سیستم عامل میگه. در خود کامپیوتر معمولا ویندوز نمیگه، سیستم عامل یا اپراتینگ سیستم میگه. خب در فرهنگ کامپیوتر سیستم عامل یعنی اپراتینگ سیستم اساسی ترین برنامه سیستمی است که مدیریت تمام منابع سیستم را به عهده دارد. یعنی همین ویندوز مدیریت تمام منابع سیستم را به عهده دارد و بستری فراهم میکند که تمام برنامه‌های کاربردی برای آن قابلیت اجرا داشته باشد. یعنی هر برنامه مانند فتوشاپ، مانند ایلاستراتور یا هر برنامه دیگری روی ویندوز قابلیت اجرا را داشته باشد. ویندوز خودش بر چند قسم تقسیم میشه. ویندوز به 2 قسم تقسیم میشه. اقسام ویندوز یا سیستم عامل یا اپراتینگ سیستم. یک ویندوز که قبلا ابتدایی ترین ویندوز دستوریه که توسط کد به کامپیوتر دستور میدی. او ویندوز را ویندوز داس یا CMD هم میگه. خب توسط کد به کامپیوتر دستور میدادی و کامپیوتر او را انجام میداد. اما بعداً که سیستم پیشرفت کرد، ویندوز دوم یعنی ویندوز گرافیکی به وجود آمد که معمولا اولین ویندوز گرافیکی ویندوز مثلا XP بود. بعد از او ویندوز 7 در سال 2009 به نظرم به وجود آمد. بعد ویندوز 8 و ویندوز 10 که امروز ما قصد داریم بنا داریم که ویندوز 10 را بخوانیم در سال 2015 ساخته شد توسط شرکت مایکروسافت که رئیس شرکت مایکروسافت هم بیل گیتس هستند. دیگه خدمت شما که عرض کنم و ویندوز 11 هم به بازار آمده. ویندوز 11 فعلا به بازار هست و در سال 2021 به نظرم به بازار عرضه شد. اما
چیزی که در اینجا باقی میمانه اینی که کامپیوتر، ساختار کامپیوتر از چه ساختارهای تشکیل شده، از چه چیزهای تشکیل شده. اولین چیزی که در کامپیوتر است نرم افزار است. نرم افزار به عبارت دیگر سافت‌ویر. نرم افزار عبارت از برنامه‌ای است که به کامپیوتر نصب شده و توانایی کنترل آن را داشته باشد. نرم افزار عبارت از برنامه‌ای است که به کامپیوتر نصب میشه و توانایی کنترل کامپیوتر را داشته باشد. خب بعد از نرم افزار لخت افزار میگه. فرم‌ویر، سافت‌ویر، فرم‌ویر عبارت از کدهای 0101010101 کدهای دستوری است که به زبان کامپیوتر مشهور است. کامپیوتر وقتی که مثلا اگر گرافیکی باشه یا هم دستوری باشه، در هر صورت هر کار را که انجام میدی زبان کامپیوتر با 01 و 01 است. یعنی کامپیوتر هر کار را که انجام میدی یک مجموعه هست 0101 به کامپیوتر میده و کامپیوتر با دیدن همین مجموعه 0101 میفهمه که شما چی میخواهید و اون کار را برای شما انجام میده. خیلی امیدوارم که فهمیده باشید. سومین هم سخت افزار است، هاردویر عبارت از وسایل بیرونی مخصوص کامپیوتر است، مانند ماوس، کیبورد، اشیایی که بیرون از کامپیوتر و ما فیزیک ها را با آنها کار میکنیم و از کامپیوتر استفاده میکنیم. و یک نکته دیگر دوستان عزیز اینه که سازنده کامپیوتر که شما مثلا به عنوان یک دانش آموز کامپیوتری یک وقتی یکی از شما سوال میکنه که سازنده کامپیوتر کیه؟ خب دوستان عزیز شما باید اسم سازنده کامپیوتر، یعنی کسی که اولین بار ایده ساخت کامپیوتر را داشت، شخص به نام چارلز بابیج احتمالاً چارلز بابیج، شخص به نام چارلز بابیج اولین کسی بود که ایده ساخت کامپیوتر را داشت و بعداً دانشمندا، البته در زمان چارلز بابیج امکانات چندانی نبود، اما بعداً دانشمندا امکانات که به وجود آمد، دانشمندا ایده چارلز بابیج را به تحقق پیوند داد. خب دوستان عزیز درس ما همینجا به پایان میرسه. انشالله با جلسه بعدی درس کار عملی با ویندوز 10 را آغاز میکنیم و من الله توفیق.